آقا حمید من بهت گفتم یک گوسفند بیار، رفتی یه بز آوردی؟ خان این مال یه خانم دکتره، از باغش آوردم، اونم به زور ازش گرفتم. خیلی خوب، حالا نمیخواد نمک بریزی، یه زحمت بکش این سری گوش قربونی ها رو یه خود درشتر بگیر. دارم حرف میزنم، دفعه قبلی گوش قربونی ها رو کوچیک گرفته بودی بردین در خونه مردم، خار و مادرمون رو فش میدادن. چش رو چشم خان. آخه آدم تو نزدیک دستش به چیزی کم نمیره، درشت بگی بذار بگن خدا پدرش بیامرزه. رو چشم خان، خیالت دست راحت. درد نکنه. سلام خان، قبول باشه. سلام همساده، احوال شما؟ چه بز قشنگی. اینا از یه باغ خانم دکتر آوردم. خیلی خوب، نمیخواد نمک بریزی. حالا چرا بستینش؟ واسه اینکه نره. یعنی ماده بوده این بستینش؟ نه بابا این خودش ماده است. خب از چرا بستینش؟ بابا واسه اینکه نره. خان این اسکوله؟ چه گرفتاری شدیم. همساده شما بفرمایید، من خودم گوشت قربونی میارم خدمتتون. اون وقت جیگرشو کی میخوره؟ جیگرش دیگه دارم حرف میزنم، جیگرش دیگه با اجازهتون خودم میخورم. میدونی من از بچگی جیگرخور بودم. چه خوشش داد؟ به غیر از جیگر دیگه چی دوست داری؟ ای بر نفس اماره لعنت. بالاخره ما نفهمیدیم خان این نره یا ماده است. خواهرم چه فرقی میکنه؟ دارم حرف میزنم. یعنی نر با ماده فرق نمیکنه؟ خب از اون زاویه که نگاه میکنم میبینم یه فرقایی داره. حالا چطور مگه؟ آخه پسرم شب ادراری داره، گفتن گوشت حیوان نر واسش خیلی خوبه. آخه خواهر من این چرت و پرتا چیه؟ کی این خرافاتا رو یاد شما میده آخه؟ پدر بزرگم. آخه میدونی پدر بزرگم عاشق حیوان نره. خب البته احترام بزرگترا واجبه، ولی پدر بزرگتون برای چیز دیگه ای دارم حرف میزنم، برای چیز دیگه ای استفاده میکرده و واسه چیز دیگه ای دوست داشته. حالا اینا رو ولش کن، حرف بز و گوسفند شد، یاد خودت افتادم. 20 سال همساده ایم، تا حالا ندیدیم، نه رفتی نه آمدی، نه کسی بره نه کسی بیا، نه زنی نه همسری. چطوری هست؟ چجوری هست؟ بالاخره ما نفهمیدیم شما نری یا ماده؟